امروز بعض گپ ها را میشنویم، باور بکنید از یک جهت در حیرت میمونید، از جهت دیگر غضب میکنید. بعضی ها خواهرم هست، برادرهایم هست، خواهرام هست، متاسفانه یک نفر نیم نفر کسایی که ما را یک چند سال گوش میکردند، توحید میفهمیدند، همچنین انسان ها را آهسته شناس شده، آهسته قطعی گپ زده، خودش طالب علم گرفته، به همچنین انسان ها نصیحت میکند که گویا درس ابو محمد نگیرین، گویا که اینجا مشکلی گویا که هست یا نیست، نوعنیق روین درس عبدالظاهر دائی را گوش کنید. آیا اینجا فرق است؟ شاید شما گفتی چی فرق دارد؟ این عبدالظاهر دائی را گوش کنید، شما یک عقیده دارید، بله هیچ مشکلی ندارد، لیکن مشکلی در اینجا است که غرض در بالای دعوت ما دارد، اعتقاد ما را کاملا قبول ندارد. اعتقادی که ما از اعتقاد اهل سنت و جماعت بیان کردیم و تا روزی که زنده ایم در همین اعتقاد الله ما را ثابت قدم نگه دارد و دفاع میکنیم در این اعتقاد، کسی روبرو باشد قبول نکرد ما به بالاش گذشته رفتن میگیریم. این دین الله هست، ما بیان کردیم، ما حق بیان کردیم، انیق دقیق. اینها به همین بیان کردن عقیده ما راضی نیستند، خصوصا در مسئله عذر بالجهل و خصوصا در مسئله عذر المشرک و عذر مشرک آدم سوم، اینا راضی نیستند. الله المستعان. اما بروی ما گفته نمیتونم، از عقب فتنه میکنم، از عقب میگن که نه این کمتر گپی حاضر شما به امانت هیچ کس به نگوید، امانت ما را حکم میکند، خودش از ما میگوید، ما به شما هم میگه، از عقب ما را حکم میکند، با در آخرش میگه که امانت. صدقه اهل سنت شوید، عدل کجاست؟ انصاف کجاست؟ مهربانی که ما کردیم، خاکساری که ما کردیم کجاست؟ عبدالظاهر دائی رو گوش کنید. بله ما باید حقیقت بگوییم، ما از عبدالظاهر دائی طلب میکنیم با تمام احترام که نکته گذاری کنند در این مسائل اصولی. عذر بالجهل رو در سال 2020 وقتی که ما به مبشر رد داده بودیم و غیره و غیره، بعضی از جوانهای افغان رفت شد، از ایشون پرسید که یک نوارشون برآمد که من در این مسئله علم ندارم و من صحبت نمیکنم. تمام تا حاضر چند سال شد؟ 20 21 22 23 4 سال است که مردم انتظار است. عذر المشرک، حال کجا رسد عذر المشرک؟ مشرک اور انیق نگفت. این دین منم نیست، دین دیگر مشایخ هم نیست، دین الله است. باید کسی که در این دین صحبت میکند منهج دین اهل سنت و الجماعه را تا آخر نقطه به نقطه بگوید، وگرنه عاقبت چه میخواد؟ فتنه است. وگرنه خوارج هم از همین نوع انیقی استفاده میکند، جهمی را استفاده میکند، جهمی ها استفاده میکند برای این که میگه شیخ ظاهر نکرد، شیخ نگفت، عذری را حکم نکرد، از این اورد که شما غلو کردید، حالا که حق در جانب ما است. قرآن هم نمیگه سکوت شیخ در مسئله معلوم من الدین بالضروره چکرد؟ قسمی را به جهمی بود، قسمی دیگر خوارج میشد. شیخ که نقطه اهل سنت نگذاشتن، بعض شاگرداش دیدیم که خوارج شد. باور بکنید، برای که پیش خوارج رو ما با پنهان کردن حق، با روپوشی قسمی از منهج اهل سنت و جماعت پیش خوارج گرفته نمیتوانیم. ما پیش خوارج را همون وقت میگیریم که منهج اهل سنت تا نقطه آخرش بیان کنیم و بعد از همین رخت بگیم که اینجا رخت است و بعد از این خوارجی است. و این چنین با خاموش شدن پیش نقطه جهمی گرفته نمی شود. خاموش شدن برعکس سبب منتشر شدن جهمی می شود. باید مذهب جهمی را بیان کنیم و خط سرخ بین ما و بین جهمی و خط سرخ بین ما و بین خوارج بیان بکنیم. امروز
بعضی از چل منافقین، بعضی از کسانی که در قلبشون غلیظی به دعوت حق، به دعوت توحیدی و دعوت مبارکی ما، دعوت اهل سنت و الجماعه، دعوت توحیدی در غرض قلبی دارند، نمیدونم حسد دارند، مرگ دارند، مریضی دارند، اینها ما رو روی راست که این کار کرده نمیتونن. دلیل ندارن، دلیل اصلا ندارن. ما به همه دینمون دلیل داریم، یک دلیل 10 دلیل داریم. اینها میوند به عقب مردم هسته میگن که به فلان شیخ رو عبدالظاهر داعی که ببین در مسئله عذر بالجهل چی گفت، ببین در مسئله عذری هیچی نگفت، ببین تو عذری نشو. یعنی چی میگه؟ معذرت خواهی میکنم، یعنی عذری شو. یعنی عاقبت همین که گویا که عبدالظاهر داعی را توی دارد. اما گمان ما در حق شیخ عبدالظاهر داعی خیر، الله حفظش کنه، الله عمرش بدهد که در بالای این مردم ملت فارس باشد و دعا میکنیم که کمی منهج اصول باقی مانده را بگوید، پیش خوارجی ها را شیخ بگیرند و پیش جهمی ها را بگیرند. سکوت در حالتی که موضع بیان است حرام است. سکوت در لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. در علم اصول فقه یک موضوع است که میگن جایز نیست تأخیر کردن بیان در موضع حاجت. امروز امت حاجتمند این قول است ولی باید نقطه گذاری کرده شد. از قسم خوارج جوش میزنند، از قسم جهمی جوش میزنند، از قسم در بین موحدین جهمی ها از شما شیخ استفاده میبرند. باید این مثلا نقطه گذاری کرده شد، مسئولیت بالاخره تمام بکنید. و ما میگیم که الله شیخ حفظ بکند. از نام شیخ با دهان پر میگیم که شیخ عبدالظاهر داعی تا آنجایی که ما خبر داریم از شیخ محمد معروف راسخ و غیره جهل عذر نمیداند و در باره عذری هم سخنی خوب ندارد. یعنی نمیگه که عذری قلدش از است، عذری بهترین است، نگفته. عذری را خطاگوش بیان میکنه. لیکن امروز از سکوت شیخ دیگران استفاده کرده است و یک جمله شیخ، یک انیق کردن این مشایخ، نقطه گذاری کردن مشایخ در این مسئله چقدر حق ظاهر بکن، چقدر حق ظاهر بکن. یک جمله، یک دقیقه جهل عذر نیست، عذری من این است، تمام.